از روز ملی زبان ازبکی در شهر مزار شریف طی یک مراسم از سوی مقام ولایت بلخ گرامی داشت شد. شماری از بزرگان قوم ازبک در این مراسم خواستار فراهم آوری زمینه تدریس زبان ازبکی در مکاتب و دانشگاه ها هستند. امیدوار هستم که سیاسیون ترکتبارا و فرهنگیان ترکتبارا تلاش به خرج بدن تا ما به همکاری حکومت بتانیم که در مناطقی که مردم ترکتبار زندگی میکنن باید کتاب‌های درسی چاپ شود در اختیار شاگردها و کسانی که گوینده زبان است باید در مکاتب تدریسات آغاز شود. به خاطر رشد زبان ازبکی همکاری های لازم صورت بگیره در مکاتب، در دانشگاه ها، در پوانتون ها و به خاطر چاپ کتب درسی، به خاطر چاپ اشعار و کتاب های علمی نویسندگان ازبک توجه زیاد صورت بگیره. با وجودی که بزرگان قوم ازبک خواهان زمینه سازی آموزش تعلیم و تحصیل به زبان ازبکی هستند، مقام های محلی از تلاش ها برای تقویت زبان ازبکی سخن میزنند. شخصا خود را متعهد میدانم تا در قبال رشد و پرورش زبان های ملی و محلی کشور مسئولیت خیش را بجا آورده در راستای تقویت و رشد علمی و فرهنگی زبان های بومی مردمان این منطقه گام های اساسی را بردارم. سخنرانان در این مراسم زبان را نماد از وحدت و همدلی عنوان نموده بر همدیگر پذیری میان اقوام کشور تاکید می‌کنند. 29 میزان از سوی رئیس جمهور غنی به نام روز ملی زبان ازبکی مستعمل شد و از این روز در ولایات مختلف کشور من جمله بلخ تجریب عمل می‌آید. خوشا مبارز، تلویزیون پیکان، مزار شریف.